ببین اینی که گفتم رو 2 بار گوش بده، چون منظور من این نیست. بده شیش برو کیش. چرا محتواهای اینجوری و لودگی یا کمر به پایین و از این قبیل محتواها ویو میگیره؟ RAS مغزی رز نگهبان کارش اینه که از اطلاعات تکراری حمایت کنه و اونها رو بفرسته به مرز ناخودآگاه. یعنی افراد بیشتر جذب محتوایی میشن که الگوهاشون پترن هاشون باهاش هماهنگی داره. شما تو دستگاه طلایاب وقتی طلا رو بزنی طبق اون وایب و فرکانسش طلا رو میزنه، وقتی الماس بذاری الماس میزنه، نقره بذاری نقره میزنه، ولی توش پهن بذاری، بارها گفتم پهن نمیزنه. برای یافتن چیزهای با ارزش در رایش انسان ها هم یه سری الگوها تو مغزشون دارن که بهش میگن باور یا پترن، یعنی تو ناخودآگاهشونه. این با تکرار خیلی زیاد گفتیم باور ساخته میشه، الگو ساخته میشه. انسان ها جذب محتوایی میشن که با اون محتوایی که درونشون گذاشتن هماهنگی داشته باشه. گفتیم طلا بذاره دستگاه طلایاب طلا میابه. شما هم دنبال یافتن کیشو بده شیشو همش گوشته و خواب و خور و شهوت و این یه سری الگوئه. تو اینا رو تکرار کردی و پیگیر این مباحث بی ارزش بودی، این چرت و پرتا بودی که هم تو اکسپلورت زیاد میاد که عین مغز ما و خودآگاه و ناخودآگاه ما طراحی شده و میدونن اونایی که طراحیش کردن برای پایین نگه داشتن. و قلاب دقیقاً همونه. از اون پترنی که شما حمایت کردی بهت میده سوشال مدیا و تو ذهنت قفل روش. RASی که بهت گفتم قفل روش. اسکرول میکنی، اونی که همخوانی داره همونو چک میکنی، بقیه رو میدی میره. این فیلتر رد میکنی میای زیر پست ما می‌نویسی این چه چرت و پرتیه فلان شده. گارد داری در برابر آگاهی، چون محتوای درونی طلا و فلان نیست، اون بی ارزش است. حالا گوش آیه داریم، فکر کنم سوره بقره آیه 18 باشه. بوکسومو حالا وارد نیستم. اون میفهمم لا یرجعون کرا کورو گنگن و از ضلالت و گمراهی خیش باز نمیگردن. کیا؟ همونایی که گارد دارن در برابر آگاهی، قطب‌های عالم، همه چیزو میدونن بی اینکه حتی لایه یک کتابو باز کرده باشن. چه خبره بابا، وا بده دیگه. یه جایی باید نوآموز بشی. نوآموز که بشی یعنی بی‌ناضمیر شدی. بی‌ناضمیر صاحب اندیشه آزاد، تعصب چی رو نمی‌کشی. تعصب چی رو می‌کشی؟ این مش دیتاهای چرت و پرت که تو مغزت ریختن، با اینا زندگیت شده اینی که الان مینالی بهش، از مملکت مینالی، از خانواده مینالی، از همه چی مینالی، همه مقصرن، ولی تو که اصلا مقصر نیستی که. تو بی عیب و بی ایرادی. کرا کور و گنگن و ضلالت و گمراهی خیش باز نمیگردن، یعنی که خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیدهد مگر اینکه اون قوم با درون نگری در خودشون تغییر ایجاد کنن. تو باید بری به درون، باید تغییر کنی، باید بپذیری که سری ایرادها رو داری، قبول کن. تا زمانی که پیگیر همون دیتاهایی که من الان برات توضیح دادم هستی و داری چرت و پرتا رو داخل سوشال مدیا دنبال میکنی، همونها رو ارتعاش بهش میدی و همون زائده‌های ذهنی رو دریافت میکنی. هیچ چیز قشنگی قرار نیست توی زندگیت بیاد. پس ننال. ایراد آخر از این محتوا هیچ حمایتی نمی‌کنیم. ما وقت و انرژی داریم پای این محتوا میذاریم. اگه امثال من نباشن، فردا روز سبک مغزها الگوی بچه شما میشن. اینو متوجه باش.